منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خیلی ناساز شوق وصل کویم، دهم سر بر سر پیمانت ای دوست. دلی دارم در آتش خانه کرده، میان شعله ها کاشانه کرده. دلی دارم که از شوق وصالت وجودم را ز غم ویران کرده. بسم رب الشهداء و الصدیقین، شهید بزرگوار ارتش حسن عقارب پرست در فرازی از وصیت‌نامه خود می‌فرمایند: از خدا بخواهید توفیق خدمتگزاری بیشتر شامل حال شما شود. خداوند خود حافظ این مکتب اسلام می باشد. خدمت به مسلمین بالاخص رهبر عزیز فراموش نشود. به فرزندان تلاش در حفظ اسلامیت خودشان و حفظ دستاوردهای انقلاب را سفارش می کنند. شهید عقارب پرست متولد 28 اردیبهشت ماه 1325 در تاریخ 25 مهر ماه 1363 در جزایر مجنون به مقام رفیع شهادت نائل شد. روحش شاد و راهش پر ره و باد.